درودم خدمت شنوندگان عزیز. سلام، من سپیده هستم. به کانال من خوش اومدین. ادموند امیل کمپر در 18 دسامبر سال 1948 در کالیفرنیا به دنیا اومد. اون در خانواده 5 نفره که شامل یک پسر و 2 دختر بود زندگی میکرد. مادر اد دائم‌الخم بود و خیلی افسرده و عصبی بود. مادر اد به دلیل بیزار بودنش از مردها اد رو از بچگی مورد آزار و اذیت بسیار شدیدی قرار میداد. اون با اینکه اد خیلی بچه بود ازش دوری میکرد، به طوری که بی دلیل اونو در جاهای تاریک حبس میکرد که از خواهرش دور باشه و همیشه ادو تنبیه و تحقیر میکرد. پدر اد در توصیف همسرش اینطوری میگفت که من حاضرم تمام عمرم رو تو جنگ بگذرونم ولی یه لحظه با این زن زندگی نکنم. اما خوشبختانه اد از طرف پدرش محبت میدید و روز به روز به پدرش وابسته تر میشد. اما در سن 9 سالگی اد اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. پدر و مادر اد از همدیگه جدا شدن و این اتفاق بسیار تلخی برای اد تو اون سن بود. از همه اینها بدتر اینجا بود که دادگاه حضانت بچه ها رو به مادرشون میده. یعنی یه جورایی باباه 2 تا پا داشت، 2 تا پا هم قرض گرفت از دست این زن و بچه های خودش فرار کرد. رفتارهای مادر اد بعد رفتن همسرش از قبل هم بدتر شد، به طوری که اد همون سالها از خونه فرار میکنه و به شهری که باباش رفته بود میره، به دنبال باباش میگرده که بره پیش باباش زندگی کنه. اما بابای اد اونو قبول نکرد و گفت برگرد پیش مادرت. اد در سن 16 سالگی تصمیم گرفت با پدر بزرگ مادر بزرگ خودش زندگی کنه که همون پدر مادر باباش میشدن. بعد 10 ماه زندگی پیش اونا اد مثل همیشه با مادر بزرگش بحثش میشه. یک روز که پدر بزرگش برای خرید به بیرون رفته بود، اد با اسلحه شکاری که پدر بزرگش بهش هدیه داده بود چند تا تیر به سمت مادر بزرگش شلیک میکنه. چند لحظه بعد پدر بزرگ از همه جا بی خبرش به خونه میرسه. در حالی که داشت خریدار رو از ماشین می آورد بیرون، یک لحظه به سمت خونه نگاه میکنه و اد همون لحظه به سمت سر شلیک میکنه. چون که اولین تجربیات قتل اون بود، تو شوک بزرگی فرو میره. بلافاصله به مادرش زنگ میزنه و همه چی رو اعتراف میکنه. مادرش هم اصرار میکنه که همین الان زنگ بزن به پلیس، همه چی رو بگو. اد هم همین کارو میکنه، زنگ میزنه و به پلیس میگه که من این کارو کردم و روی بالکن خونه منتظر میمونه تا پلیس بیاد و ببردش. وقتی که دلیل این کارش رو از پلیس میپرسن، اد میگه فقط میخواستم بدونم مرگ چجوریه. اما پلیس بر این باور بود که اد فقط میخواست از پدر خودش انتقام بگیره. به تشخیص کارشناسان، کمپر مبتلا به نوعی از بیماری اسکیزوفرنی به نام پارانویا بود که وی به محل نگهداری محکومان دارای بیماری‌های روانی منتقل میشه. 5 سال بعد درست تو روز تولدش تو سن 20 سالگی آزاد میشه. اد که از تجربه آدم کشتن خوشش اومده بود، تا سن 24 سالگی 8 نفر دیگر رو به قتل میرسونه که یکی از اونا دوست مادرش بود، یکی یه دختر دبیرستانی بود و 6 تای از اونا دخترای دانشجو بودن. راستی اد همون موقع که از بیمارستان آزاد شده بود یه تصادف میکنه که بیناییش آسیب میبینه. با دیه‌ای که گرفته بود تونسته بود ماشین بخره و این قتل ها رو انجام بده. اون دخترها رو سوار ماشینش میکرد و به مکان دور میبرد و به قتل میرسوندشون. سپس جنازه ها رو به خونه می آورد، سراشون رو جدا می کرد و باهاشون رابطه جنسی برقرار می کرد. یک روز که مادرش از بیرون اومده بود خونه، در حالی که روی تخت دراز کشیده بود داشت کتاب می خوند، اد به اتاقش میره. مادرش فکر کرده بود که اومدن با هم حرف بزنن، اما اد قصد دیگه ای داشت.
و اونو به بدترین شکل ممکن به قتل میرسونه. اون تصمیم گرفته بود قتل‌ها رو با کشتن مامانش به پایان برسونه و نظرش این بود که قبل از پاک کردن مسئله باید صورت مسئله رو پاک کرد. اون مقصر تمام خشم خودش از زنای دیگر رو مادرش میدونست که در تمام طول عمرش مادرش همیشه تحقیرش میکرد و بهش میگفت که هیچ زنی نمیاد نزدیک تو بشه. برای همین اعتماد به نفسش رو برای برقرار کردن رابطه با زنای دیگه از دست داده بود و فکر میکرد برای ارتباط برقرار کردن اول باید اونا رو به قتل برسونه، بعد باشون ارتباط برقرار کنه. همون لحظه اد خودش با پلیس تماس میگیره و جزئیات تمام قتلاشو به پلیس لو میده و میگه من منتظرتونم، بیایید منو ببرید. و بالاخره اون در 24 آوریل سال 1973 دستگیر میشه. در روز دادگاه وقتی قاضی ازش میپرسه که خودت چه حکم به خودت میدی، کمپر گفت شکنجه تا سرحد مرگ. اما رأی قاضی اعدام نبود. اد کمپر به جرم قتل 10 نفر در سال 1973 توی 24 سالگی به 8 تا حبس ابد محکوم شد. اد کمپر الان تو 75 سالگی تو مرکز پزشکی کالیفرنیا زندانیه و در طی دوران زندانی بودنش زندانی نمونه شناخته شده که جوری که رابطه‌اش با افسران پلیس هم بسیار خوب بوده تا الان. خیلی خوشحالم که تا اینجای داستان با من همراه بودید. سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.